بهر بولیدگی هر یکی ما و شما قصه میدیا تقدیم میکند. سلام و درود به پایان بهرتان پدران و مادران، برادرانی که این لحظه ما را میشنوید. بنده تصمیم گرفتم برایتان بهترین قصه را از زمان حضرت عیسی علیه السلام بهرتان پیشکش نمایم. میگوید بار حضرت عیسی علیه السلام با یک یهودی به راه دور برآمد. در نزد حضرت عیسی علیه السلام 3 نان بود. او این نانها را به آن یهودی داد و گفت این نانها را نزد خود نگاه دار. اما آن یهودی پس از کم راه گرسنه ماند و یک نان را پنهانی خورد. عیسی علیه السلام هنگام نشستن برای استراحت از اون نانها را طلب نمود. یهودی 2 نان را برآورد و به عیسی علیه السلام برگردان. عیسی علیه السلام پرسید یک نان دیگر کجا شد؟ مگر من به تو 3 نان نداده بودم؟ نه، تو به من 2 نان داده بودی، جواب گفت یهودی. پس از مدت آنها راه خود را دوام دادند. در اثنای راه یهودی از عیسی علیه السلام بسیار معجزه های را دید که او را به حیرت گذاشته بود. و پس از هر یک معجزه حضرت عیسی علیه السلام از یهودی می پرسید از برای الله که به تو این معجزه ها را نشان داد تو با آن یک نان دیگر چه کردی؟ اما یهودی در دروغش سخت پایبند بود و می گفت تو به من 2 نان دادی. همین طور روز در اثنای راه 3 خشت طلایی یافتند. یهودی زود به عیسی علیه السلام خطاب نمود و گفت این طلاها را بینمان تقسیم کن. عیسی علیه السلام چنین تقسیمات نمود: یکی این از من، دیگری از تو، اما 3مین از نفری که آن نان 3م را خورده است. یهودی زود با خرسندی گفت این من آن 3مین نان را خوردم، پس این خشت طلایی نیز حق من است. عیسی علیه السلام به او گفت دور شو از من. پس از دیدن این قدر معجزه هایی که از بزرگی الله نشانه های براعلا بودن تو به دروغت قائل نشدی و توبه نکردی، اما با دیدن این طلایی که نزد او قدر ندارد اکنون قائل شدی. سپس میگوید یهودی را با آن طلاها گذاشته عیسی علیه السلام راه خود را ادامه داد. مدت پس به نزد یهودی 3 غارتگر حاضر شدند. آنها او را کشته طلاها را از خود کردند. چون غارتگران سخت گرسنه بودند، یک نفرشان را برای خریدن خوراک به شهر روان کردند و گفتند بیایید اول خوراک بسیاری بخوریم و سپس این طلاها را برابر تقسیم نماییم. زمانی که غارتگر 3م از چشم ناعیان شد، این 2 غارتگر میان خود مصلحت نمودند که به ما چی لازم این طلاها را میان 3 نفر تقسیم نمودند. بیا وقتی که خوراک بیارد او را کشته این طلاها را بین خود تقسیم می نماییم. اما آن نفری که برای خوراک رفته بود به خود فکر کرد که گر من آنها را بکشم همه طلاها به خودم تنها می رسد. با این فکر او کم زهر خرید و در خوراک همراه نمود و به نزد رفیقانش برگشت. چون او به نزد همراهانش رسید، آن 2 نفر او را کشتند و نشسته خوراک آورده اش را خوردند. اما چون خوراک زهرآلود بود، این 2 نفر نیز همانا هلاک شدند. حضرت عیسی علیه السلام هنگام برگشت جسد آنها را دید و سخت در حیرت ماند. این زمان حضرت جبرئیل علیه السلام به او از قصه بالای یهودی گذشته
و چه طور هلاک شدن این سه راهزن را خبر رساند. بله دوستانم، ما از این قصه چه عبرتی گرفتیم؟ به درستی که نفرانی که سخت عاشق مال دنیا گشته به هر گونه دروغ و حیله ها روی می آرند، چون قصه بالا روز شرمنده و رسوا خواهند شد. از قصه بالا ما می بینیم که مالی که با راه دروغ و غارت دیگران به دست می آید، روز البته صاحبش را شرمنده و رسوا و هلاک خواهد ساخت. گر این دنیا موقت باشد هم در آخرت چنین نفران یک عمر در عذاب و شکنجه جهنم خواهند سوخت. برادران و خواهران ایمانی، البته هر یک چنین قصه ها حقیقت داشته از پیامبران و بزرگان و نیاگان برای اهل ایمان سبب عبرت گردند، چون سبب رسیدن آنها تا به ما عیناً همین است. اما عبرت را عاقلان میگیرند، نه به عقلان و به ایمانان. گوش دل می باید برای خواندن و یا گوش دادن به این قصه ها. گر با گوش دل بشنیدیم، البته ان شاء الله عبرت خواهیم گرفت. در اینجا قصه را به انجام میرسانیم. دوستان عزیزم، با شما بودم بنده عبدالله. یکایک شما را از برای الله دوست می‌دارم. ویدیو را به دیگر برادران پهن کنید و در حق بنده دعاگو باشید. خدا یار و مددگار ما و شما دوستانم.